8 لحظه بیادماندنی مراسم اسکار 2024. شماره 1. حضور جان سینا روی صحنه. جان سینا در این مراسم در حالی که لباسی بر تن نداشت روی صحنه رفت تا برنده بهترین طراحی لباس سال را اعلام کند. جیمی کیمل مجری مراسم سوال میپرسه که اصلا میتونید تصور کنید یه مرد امروز لخت بیاد روی صحنه؟ یه همچین چیزی دیوونه کننده نیست؟ در واقع او داشت به حضور برهنه رابرت اوپل در 46مین دوره از مراسم اهدای جوایز آکادمی اشاره میکرد. در همین حین جان سینا از پشت صحنه سر خود رو بیرون آورد و گفت نظرم عوض شد، نمیخوام لخت بیام جلو جمعیت. باید از خود خجالت بکشی که همچین ایده بدی رو مطرح کردی. شماره 3. خوانندگی رایان گاسلینگ. رایان گاسلینگ برای اجرای آهنگ فیلم باربی دوباره با دیگر کنها همراه شد. این مراسم رایان گاسلینگ و مارک رانسن روی صحنه رفتند و آهنگ I'm Just Ken از فیلم باربی را اجرا کردند. گاسلینگ خواندن آهنگ را از روی صندلی خود در حالی که پشت سر مارگو رابی همبازیش نشسته بود شروع کرد. او کتی صورتی رنگ و پرزرق و برق و خاص بر تن داشت و آن را با دستکش‌های چرمی و عینکش که همگی از برند گوچی بودند ست کرده بود. آنها توانستند لحظات جالبی را خلق کنند. مسی سگی که در فیلم آناتومی آف فال حضور داشت و در فصل جوایز حسابی مورد توجه قرار گرفت در مراسم اسکار هم حضور پیدا کرد. یک منبع پیشتر به رسانه The Hollywood Reporter گفته بود که مسی در این مراسم حضور نخواهد داشت. این سگ پیشتر در تور تبلیغاتی لس آنجلس حضور پیدا کرده بود و حتی به نهار با نامزدها برده شده بود. مسی در همان لحظات ابتدایی رویداد دیده شد، درست زمانی که کیمل مونولوگ آغازینش را با ستایش از فیلم‌های عالی سال 2023 شروع کرد و گفت که اتفاق خوبی بوده که علیرغم اعتصاب نویسندگان و بازیگران چنین آثار روانی سالن‌های سینما شده. بسیاری از بینندگان مراسم بحث‌های زیادی درباره واکنش اما استون به شوخی جیمی کیمل درباره برهنگی در فیلم بیچارگان مطرح کردند. خیلی از بیننده‌ها درباره چیزی که احتمالاً او در این لحظه به همسرش گفته دست به بحث و گفتگو زدند. پس از پخش یک ویدیوی مونتاژ شده از این فیلم که در 11 شاخه نامزد شده بود، مجری مراسم رو به جمعیت کرد و به کنایه گفت این کل چیزی بود که اجازه داشتیم از فیلم پور تینگز تو تلویزیون نشون بدیم. این شوخی مشخصاً به سطح برهنگی و نمایش روابط جنسی در این فیلم از اما استون اشاره داشت. بسیاری در سطح فضای مجازی هم بر این باور هستند که واکنش این بازیگر به این شوخی نشان می‌دهد که او اصلاً از این حرف کیمل خوشش نیامده است. برخی میگویند او رو به همسرش دیو مک‌کری کرده و گفته اوه خدای من، اما عده‌ای هم ادعا می‌کنند که اما استون گفته عجب عوضی. از اونجایی که جیمی کیمل در اواخر مراسم کمی زمان اضافی داشت، تصمیم گرفت از این وقت استفاده کرده و کنایه‌ای به رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ بیاندازد. او با لحنی کنایه‌آمیز گفت یه اتفاقی افتاده که خیلی بهش افتخار میکنم و دوست دارم اگه بشه با شما هم مطرحش کنم. همین الان یه نقد دریافت کردم. کیمل در ادامه پستی که ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد را خواند. ترامپ در این متن نوشته بود اصلا مجری تو تاریخ اسکار وجود داشته که از جیمی کیمل بدتر باشه؟ شروعش مثل یه آدم معمولی بود که خیلی سعی داره چیزی باشه که نیست و هرگز هم نمیتونه باشه. جیمی هم در پاسخ به این پست گفت مرسی که داری تماشا میکنی، ولی الان مگه از زمان زندانت نگذشته؟ جیمی کیمل در مونولوگ خود خیلی زود به عدم نامزدی خانم گرتا گرویگ برای کارگردانی فیلم باربی اشاره کرد. او در رابطه با اعتصاب بازیگران و نویسندگان در سال گذشته میلادی گفت سال سختی بود، اما با وجود این که همه چی متوقف شد یه سال عالی واسه سینما بود. او در ادامه اظهار کرد ما هممون اینجا جمع شدیم که بهترین ها رو جشن بگیریم و بهتره که کار رو با فیلم باربی شروع کنیم. کیمل این اثر را که در آن شاهد نقش آفرینی مارگو رابی و رایان گاسلینگ بودیم یک موفقیت بزرگ خواند. او افزود
عجب دستاوردی بود، اونم با یه عروسک پلاستیکی که دیگه کسی دوستش نداشت. حالا به لطف گرتا گرویگ باربی به یک نماد فمینیستی تبدیل شده و خیلی ها میگن لیاقت نامزدی تو بخش بهترین کارگردانی رو داشت. کیمل پس از اینکه جمعیت در واکنش به این صحبت سر و صدا به راه انداختن و تشویق کردن، به کنایه گفت میدونم دارید دست میزنید، اما هرچی نباشه شما کسایی هستید که بهش رأی ندادید. یه جوری رفتار نکنید که انگار دخالتی تو این قضیه نداشتید. بیلی آیلیش به جوانترین فردی تبدیل شد که 2 بار برنده اسکار شده است. بیلی آیلیش 22 ساله و برادرش فینیس که 26 سال سن دارد با بردن بهترین آهنگ سال به جوانترین افرادی تبدیل شدند که توانستند 2 بار برنده اسکار شوند. این خواهر و برادر در ساخت آهنگ فیلم باربی با هم همکاری کردند و در 96مین دوره از رویداد اهدای جوایز آکادمی توانستند دست به رکورد شکنی بزنند. این دو برای فیلم No Time to Die هم در سال 2022 توانسته بودند برنده شوند. آیلیش پس از رفتن روی صحنه از شوق حسابی خندید و به شوخی گفت دیشب کابوس همین لحظه رو می‌دیدم. او اعتراف کرد که اصلا انتظار نداشته یک بار دیگر برنده اسکار شود، هرچند از این اتفاق بسیار احساس خوششانسی می‌کند و حس خوبی دارد که بار دیگر این افتخار نصیبش شده است. آقای آل پاچینو مقدمات را برای معرفی بهترین فیلم سال کنار گذاشت. این هنرپیشه دوست داشتنی در مراسم روی صحنه رفت تا آخرین و مهمترین جایزه رویداد را اهدا کند. همیشه در این موقعیت فردی که روی صحنه می رود ابتدا نام تمام نامزدها را می خواند و در انتها اسم برنده را اعلام می کند. اما آل پاچینو اصلا به نام فیلم‌های دیگر که در این بخش نامزد شده بودند اشاره‌ای نکرد. او پس از چند ثانیه صحبت پاکت را باز کرد و گفت که آپنهایمر برنده شده است. این بود به یادماندنی ترین لحظات مراسم اسکار 2024. نظر شما درباره این مراسم چه بود و اینکه کدام دوره از مراسم های اسکار براتون به یادماندنی تر از همه بوده؟